میخوایم که یک صفحه درباره ما طراحی کنیم. اولین کاری که باید بکنیم توی پیشخوان وردپرس و از صفحه برگه ها یک برگه ایجاد میکنیم به اسم درباره ما. من ایجاد کردم از قبل و اینو با المنتور ویرایش میکنیم. صبر میکنیم باز بشه. خب یک صفحه‌ای که درباره ما اینجوری طراحی شده، ما اینو نمیخوایم، میخوایم که از نوع طراحی کنیم. یک ستون انتخاب کنیم، یک سکشن یک ستون انتخاب میکنم و رنگ استایلش رو از اینجا تغییر میدم به رنگ سفید. میخوام تغییر بکنم و یک حاشیه‌ای در حد 12 پیکسل بهش انحنای حاشیه بهش میدم و یک سکشنم داخلش انتخاب میکنم که تک ستونه باشه، همین که زیر هم انجام بدیم. اولین کار یه دونه ویرایش متن انتخاب میکنم، اینو پاک میکنم، اینو پاک میکنم، این همون که باقی میمونه انتخاب میکنم. یه دونه ویرایشگر متن انتخاب میکنم و یه دونه جدا کننده میندازیم داخل همین. بعدش یه دونه تیتر اضافه میکنم براش، هم از نوع پی و اولین کاری میکنیم یه دونه متن کپی شده انتخاب میکنیم درباره من و اینو کپی میکنم داخلش و از سایز رنگشون رنگ مت قرار میدم. تایپوگرافی در حد 18 و در حد 500 400 هم خوب که عادی باشه. خب بعد میرسیم بعدی ویرایشگر جدا کننده، هم که یک پارچه باشه و رنگش هم رنگ عمومی جدید میذارم و فاصلش هم همینقدر خوبه. یک برگه ایجاد میکنم به نام برگ، می‌نویسم نام و نام خانوادگی و یک فرمی ایجاد میکنم واسش که مشخصات فرد رو وارد بشه. فرم داخل اینجا میزنم اسم چون نوشتم اینو مینویسم فرم ثبت نام، اسمشو و مشخصاتشو پر کنم و اینو برجستش میکنم و سایز 20 بزرگتر از اون باشه. و استایل هم که همین استایل بهش میدیم که یکم شخصی سازی کنیم. دکمهش که کوچیک بخوام که متوسط باشه، معلوم نیست، وسط چینش میکنم دراز شده و توی استایل دکمه ها رو انتخاب میکنم. سایزشو بیشتر چون کوچیک شده در همون نمایش نمیداد و میخوایم که فرم ستون ها برچسب انتخاب میکنم، یکم فاصله داشته باشه و
رنگ چیزم که انتخاب میکنم بزرگتر دیده بشه، برجستش میکنم. خب از این و اینو میخوام که کوچیک باشه و در متن قرار میدم چون کوچیک میخوام باشه، نمیخوام بزرگ دیده بشه. و بعدش یه دونه شماره تلفن میذارم، یه دونه قرار میدم میخوام که بیاد زیر این قرار بگیره. خب و تگشم تگ پی میذارم، می‌نویسم شماره تماس و توی استایل ها اندازه شو همون استایلی که به این داده بودیم رو کپی میکنیم و پیست استایل رو میزنیم چسباندن استایل که مثل همون بشه. و یک کاری هم که میخوایم بکنیم اینه که دینم در متن قرار میدم که بیاد اینور، شماره تماس همون رو میخوایم بذاریم و یه دونه دکمه هم قرار میدم زیر این و می نویسم شماره ما می نویسم شماره رو می نویسم و بعد میتونیم از اینجا می نویسیم تل دو نقطه این بعد چیزش بزنیم که شماره تلفن ایجاد بشه. خب توی استایل تایپوگرافی بهش 18 تا چیز میدیم، سایز میدیم و در حد عادی باشه و اینم در متن قرار میدم که زیر این باشه چون میخوام که این بعد از این باشه باید خب این بعد از این باشه. بله این شماره تماس جلو باشه که به زیبایی دیده بشه و این هم یکم شخصی سازش میکنیم توی استایل ها به دکمه ها. این هناش رو همون 12 قرار میدم و یکم فاصله بهش میدم که بهتر دیده بشه. از چپ فاصله بهش میدیم و یکم فاصله باید داشته باشه و از راستم فاصله بهش میدیم که مشکلی پیش نیاد. برای این کار میخواید بهتر دیده بشه میتونیم از بخش داخلی هم استفاده کنیم. اینجا بخش داخلی که اینا رو در داخل بخش داخلیمون قرار بدیم و این شماره تماسمون رو اینور قرار میدیم و فرممون هم داخل این انجام میدیم که دیگه هر کاری کردیم با این تداخل نداشته باشه و این میخوام که بعد این باشه. دیگه دستمون دیگه آزاده و یک شماره تماس قرار میدیم که شماره تماس داشته باشن که شماره بگیرن. بعدش میتونیم یه دونه ایمیل داشته باشیم ایمیل از استایل و در حد 18 تا همون استایلی که به این دادیم رو کپی میکنیم و به این میدیم و یه دونه این همون دکمه بذاریم یا میتونیم
دکمه بذاریم بهتره. دکمه میذاریم و ایمیل خودمون رو وارد میکنیم. حالا هر ایمیلی که مثلا دوست دارید میتونید ایمیل خودتون رو وارد کنید. و حالا من این ایمیل رو میزنم و یک توی سایز ازش رو بزرگ میکنم که بهتر بشه. بله. اینم میتونیم رنگ متنش هم کرد توی تغییر بدیم. رنگ متن همون رنگی که دوست داریم باشه. یکم فاصله میتونیم بهش بدیم. میتونیم بعد این اولش هم میتونیم یه دونه عکس قرار بدیم که بهتر دیده بشه. یک عکسی که از کتابخونه انتخاب میکنیم. همین عکس رو انتخاب میکنم و سایزش رو کمتر میکنم که بهتر دیده بشه. میتونیم از سکشن من یک سکشن اضافه میکنم و این عکس رو داخل سکشنم قرار میدم که تداخلی نداشته باشه. و این متنم داخلش قرار میدم به این زیبایی و دراز شده میزنم. عکسم که میتونم انتخاب کنم. ارزشم اکثر ارز میخوام زیاد بزرگ دیده بشه. اینم از عکسمون. اینم فرم ثبت ناممون و یه دونه شبکه اجتماعی هم میذاریم که دوست داشتن میتونن سرچ کنیم. شبکه های اجتماعی هم میتونیم بنویسیم. مکان های اجتماعی رو اینجا قرار میدم. از این یه دونه تکثیر میگیرم و زیر قرار میدم و اینو مینویسم شبکه های اجتماعی. و اینا رو هم که از متن خارج میکنم پیش‌فرض باشه. این بیاد زیر این و بهتر دیده بشه. باید که بهتر دیده بشه یکم استایلش رو بزرگ میکنیم و کشیده میتونیم بذاریم. اینجوری بهتر میشه. این هم همینطور کشیده که ایمیلمون بهتر نمایش بده. این هم از حالت متن در میاریم پیش‌فرضش میکنیم و فاصلهشون هم صفر میکنیم که بهتر دیده بشه و با رنگ هایی که برای رنگ دیگه بهش اعمال میکنیم. رنگ متن رو میذارم رنگی که دوست دارم. این رنگ و کپی و همشون جای میدم. برای همینم امتحان میکنم که بهتر دیده بشه. بعد یکم شبکه های اجتماعی رو چیزش میکنیم گرد باشه بهتر دیده بشه و اندازشون هم میتونیم بزرگترش کنیم که بهتر نمایش بده. و این یکم شخصی سازش کنیم اینو. پس زمینش رو میتونیم پس زمینه ای که دوست داریم بدیم و جوری نمایش بده و رنگ متن رو تغییر میدیم. متن رو به سیاه تغییر میدیم که به زیبایی دیده بشه. این هم همینطور رنگ متن. این هم همین کار رو میکنیم که بهتر دیده بشه. این رنگ میدم بهش و یک انحنایی در حد
12 پیکسل بهش میریم. بله میبینیم که چقدر زیباست. یک مشکلی که اینجا هست، یه دونه فاصله باید مهمه، خیلی فاصله مهمه برام. در حد 50 پیکسل فاصله میدیم. از فاصله ها نترسید، فاصله میتونید هر چقدر بدید، مشکلی نداره. و میبینیم که خیلی زیبا دیده میشه. اگه میخواید که فاصله خیلی هم خوبه. و این صفحه درباره مایی که درست شد و بعد از تموم شدن انتشار رو میزنیم و به همین سادگی طراحی کرد.